سلام، من رضا هستم و این کانال گزارش من برای روند 280 روز پیگیری اهدافم است. امروز روز یکمه و اولین گزارش خودم رو میخوام بدم. از اینجا شروع میکنم که از صبح حالت اینو داشتم که این گزارش رو باید حتما بدم. پس برخلاف بقیه روزا که اینجوری میگذشت که خب بریم ببینیم چی میشه، امروز اینجوری بود که میریم ببینیم چی میشه، ولی به هر حال تهش باید یه گزارش بدم و همین بود که یه جورایی منو مجبور میکرد یا هولم میداد به سمت اینکه برم کتابخونه بشینم کارامو انجام بدم تا دست خالی نباشم. الان گزارش روز یکم اینجوریه که برای خوندن ایتالیایی 1 ساعت زمان گذاشتم، هرچند بازم انگار دارم کارهای تکراری انجام میدم، ولی خوشحالم که این کار رو انجام دادم در نهایت. دلیلش هم اینه که اول بهتر از هیچیه، دوم روز اول استمرار رو انجام دادم و ننداختمش برای فردا. پس خوشحالم از این بابت. مورد دوم در مورد امتحانی که 3 شنبه دارم. امروز یک شنبه است، 26 جولای فکر میکنم باشه. امتحانی که روز 3 شنبه دارم واقعیتش فکر نمی کنم اتفاق خوبی براش بیفته، ولی من تلاشمو میکنم، یعنی وقتمو میذارم. امروز حدوداً میشه گفت 20% چیزی که باید خوندم. البته خب تسلط کاملم ندارم، پس به خاطر همین میگم ممکنه اتفاق خوبی هم نیفته، ولی در هر صورت من باید این کار رو انجام بدم. فردا هم میخونم، ممکنه امشب تا صبح بخونم. به هر حال من این کار رو انجام میدم، امتحان رو میدم در هر حالتی که شده. حالا ببینیم نتیجهش چی میشه. مورد سوم که یوتیوب بود، این که گزارش روز یکمه که دارم انجامش میدم و در مورد اون کانال انگلیسی زبانم هیچ کاری انجام ندادم هنوز، ولی به موقعش حتما اونم انجام خواهم داد. در مورد چهارم که ایمیل فرستادم برای شرکت‌های مختلف بوده، امروز 4 تا ایمیل برای 4 شرکت مختلف فرستادم. اولی رو که فرستادم رزومه‌مو بهش اتش نکردم و اینجوری بودم که خب دوباره یه ایمیل دیگه بفرستم کمی ضایع است، خاطر همین فراموشش کردم و رفتم ایمیل دوم، ایمیل سوم، ایمیل چهارم. حالا امروز یک شنبه است، روز تعطیله. اصلا نمیدونم باید انتظار چی رو داشته باشم. جواب میگیرم که نه ما نیرو نمیخوایم، جواب میگیرم که آره میخوایم، جواب میگیرم که این راهش نیست. نمیدونم اصلا انتظار چی رو باید داشته باشم، ولی در هر صورت این کاری بود که من میخواستم انجام بدم و انجامش دادم. این هم نکته خوبیه. این از گزارش روند و پیشرفت مسیرم.
الان میخوام در مورد این صحبت کنم که چه احساساتی رو پشت سر گذاشتم. یه احساسی که حالا مربوط به این مسیر نمیشه و امروز داشتم بهش فکر میکردم این بود که شرایط اینجا، یعنی شرایطی که من دارم اینجا تجربه میکنم، خیلی تصمیم گیری رو برام سخت کرده. مثال میزنم، من الان تو همین رفت آمدم به کتابخونه دیدم 2 کافه نیروی کار میخوان. البته که پس زمینه ذهنیم این بود که شاید زبان ایتالیاییم خیلی قوی نباشه، خیلی مناسب نباشه برای این کار، ولی در نهایت حداقل میتونستم رزومه بدم و تصمیم گیری اینجاش برام سخت بود که خب بذارم امتحانمو بدم، اگه زنگ زدن فردا بیا چی، اگه زنگ زدن 3 شنبه سر کار باش من امتحانمو بی خیال بشم یا چی. در نهایت این یکی از مواردیه که تو خیلی چیزای مختلفی باش روبرو شدم، اما خوشحالم که گزارش روز یکم رو دارم میدم و روندم یه قدم رو به جلوتر بوده. در ادامه هم حتما این کار رو انجام میدم. 279 روز دیگه گذشته ولی تا تهش هستم. تمام.